دقیق و بی‌طرفانه. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM. سلام، صدای ما را از رادیوی امروز میشنوید. مولا رجب یوسفی هستم با تازه ترین خبر و گزارش های امروز. ساعت در دوشنبه 8. رئیس ولایت سرپول افغانستان محمد ظاهر میگوید که جنگیان گروه دهشت افکن دولت اسلامی و جنبش طالبان در این ولایت نزدیک به 50 نفر را به قتل رساندند. با گفته او حمله جنگیان به پاسگاه نیروهای امنیتی افغانستان در نزدیکی ناحیه میرزا اولنگ شب 3 آگوست آغاز شده 48 ساعت ادامه یافت. در نتیجه 7 کارمند پلیس و 1 سرباز جان داد. محمد ظاهر با استناد به پیرانسالان دهه همچنین خبر داد که جنگیان بیش از 30 خانه را آتش زدند. 25 نفر دیگر بی‌درک شدند که احتمال دارد جنگیان آنها را با خود برده باشند. یک مقام بلندپایه سرپول نور رحمانی امینیار به خبرنگاران گفت در این حمله هم جنگیان طالبان و هم داعش اشتراک داشتند. با گفته او جنگیان طالبان را مولا نادر و از داعش را شیر محمد غضنفر رهبری می‌کردند، ولی طالبان دست داشتن خود در این کشتار را رد کرده گفتند که غضنفر مدت‌ها پیش صف این حرکت را ترک کرده است. واشنگتن به قرار مسکو درباره کم کردن شماره کارمندان نمایندگی دیپلماتی آمریکا در روسیه تا 1 سپتامبر پاسخ می‌دهد. در این باره کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون در همایش ائتلاف کشورهای جنوب و شرق آسیا در منیلا خبر داد. تیلرسون گفت کشورش هنوز دقیق نکرده است که طبیعت این پاسخ‌ها چگونه خواهد بود. کاتب دولتی آمریکا همزمان اضافه کرد که روسیه به آماده بودن برای گفتگوها اطراف وضع اوکراین اشاره کرد و واشنگتن آماده است همکاری را با مسکو ادامه دهد. در این نشست تیلرسون با موضوع دخالت روسیه به جریان انتخاباتی آمریکا هم مراجعت کرد و گفت ما دو کشوری دارای سلاح هسته‌ای هستیم که در بین خود یک عده مشکلات داریم. معلوم است که دخالت روسیه به امور انتخابات حادثه جدی است. ما در این باره با وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف گفتگو داشتیم. ما کوشش کردیم برای درک این واقعیت به آنها کمک کنیم که این حادثه چقدر جدی بود و چقدر بر روابط آمریکایی ها با مردم روسیه ضربه زد. روز یکشنبه در منیلا کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا با وزیر کارهای خارجه روسیه صحبت داشت. وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف با کاتب دولتی آمریکا رکس تیلرسون جزئیات چاره‌های جوابی مسکو در پاسخ به تحریم‌های نوی واشنگتن را شرح داد. وزارت امور خارجه روسیه روز 28 ایل خبر داد که شماره هیئت دیپلماتی آمریکا با شمول کارمندان تکنیکی در این کشور تا به 455 نفر کم کرده شد. رهبر مخالفین روسیه الکسی ناوالنی میگوید برای اظهارات علیه پرزیدنت پوتین احتمال به جان او سوءقصد صورت بگیرد. او این احتمال را 50% میشمارد. ناوالنی این نظر خود را در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS بیان داشت که پارچه های آن روز 5 آگوست به اینترنت راه یافتند. او در پاسخ به سوال احتمال زندانی شدنش در زمینه فعالیت‌های ضد کروپسیونیش گفت چون این قرار را تنها پوتین قبول میکند. مشهورترین منقد حکومت روسیه الکسی ناوالنی 41 ساله میخواهد که در انتخابات پرزیدنتی سال 2018 اشتراک کند، اگرچه قانونگذار روسیه چنین امکان را برای او پیش از پیش محدود کرده است. در قزاقستان جسد وکیل شورای ولایت جامبول کایرات ترلیکبویف در دار پیدا شد. بنا به خلاصه‌های پیشکی او گویا خودکشی کرده است. دادستان ولایت جامبول خبر داد که جسد ترلیکبویف 56 ساله سنه 5 آگوست در منزلش آشکار شد. دادستان قزاقستان از روی این حادثه با آماده به خودکشی رساندن پرونده باز کرده است. در جسد وکیل ظاهرا علامت‌های زورآوری نمودار نیست، ولی سبب اصلی مرگ او را پزشک‌های قانونی معین می‌کنند. نبره علی حسنوف نایب نخست وزیر آذربایجان برای صدمه مرگبار در باکو بازداشت شد. وزارت داخلی آذربایجان گفت که نائل الله بردیف به بازداشتگاه انتقال یافته و تحقیق پرونده ادامه دارد. بنا به اظهارات وزارت امور داخلی، الله بردیف در تاریخ 3 آگوست با ماشین تمغه مرسدس 2 نفر را هلاک و 2 نفر دیگر را مجروح کرد. نشر دیدگاه‌های مختلف و متضاد 107.4 FM. حکومت تاجیکستان به وزارت انرژی و ذخیره‌های آب و شرکت برق تاجیک دستور داده است که تا آخر سال شیوه پرداخت نیروی برق را برای اهالی با اصول بیلینگی و یا پیش پرداخت گذراند. عبدالله اشرف در این باره جزئیاتی بیشتر می‌دهد. اول پول بعد برق. شرکت برق تاجیک دستور گرفته است برق را تنها با اصول پیش پرداخت فروشد. در قرار حکومت گفته می شود وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب در همکاری با شرکت برق تاجیک برای گزارش به نظام بیلینگی و کم کردن تلفات نیروی برق چاره اندیشیده تا آخر سال به حکومت گزارش پیشنهاد کند. منظور از نظام بیلینگی نصب چیپ ها در حساب کنک‌های برقی است که به صورت آنلاین حجم استفاده برق خانواده‌ها را به مرکز یگانه انتقال می‌دهد و با تمام شدن پول صورت حساب انتقال برق را به منزل ساکنان قطع می‌کند.
ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک اصول بیلینگی را از شیوه‌های پیشرفته برق در داد و گرفت شرکت انرژی با مشتریان عنوان کرد. او در یک صحبت روز 4 اوگوست گفت: من سیستم بیلینگی در کنش شرکتی سوپناتی نبودم، اما سیستم را یک پایلوت میکنم، یک تکنولوژی نو وارد میکنم. بنابراین ساکنان نخست در صورت حساب خود مقدار کافی مبلغ گذاشته امکان دارند تا تمام شدن آن از نیروی برق استفاده کنند. تاکنون در تاجیکستان شیوه بیلینگی پرداخت برق تنها در ناحیه سربند و رودکی مورد سنجش قرار داشت. پرداخت پول نیروی برق سالهاست مشکلی شرکت برق تاجیک باقی میماند. این شرکت قرضهای نپرداخته اهالی را 786 میلیون سومانی حساب کرده است. به حساب شرکت هر یک ساکن کشور از این شرکت 100 سومانی قرضدار است. آناتولی کلسنیچنکو متخصص ساحه انرژتیک که تجربه بیش از 40 ساله کار در تاجیکستان را دارد میگوید طلب پیش پرداخت از مشتریان شاید برای بخشی از اهالی مشکل ایجاد کند. او گفت در نظام بیلینگی همین که پول تمام شد انتقال برق قطع می شود، اما نهم قشرهای اهالی امکان سری وقت پرداخت کردن پول برق را دارند. البته قطع شدن برق باعث نارضایتی مردم می شود، بنابراین از جانب اهالی این نظام چندان خوش پذیرفته نخواهد شد. موضوع قرض‌های نپرداخته مردم از مایه نگرانی‌های حکومت است که در سطح‌های بلند مطرح می‌شود. آغاز سال روان رئیس جمهور امامعلی رحمان در جلسه جنبسته کاری حکومت از ساکنان گله کرد که در هر یک خانواده 2-3 تلفن دارند اما پول برق را نمی‌سپارند. این در حالی است که شرکت برق تاجیک از قرضدارترین نهادهای تاجیکستان به شمار می‌آید. مقامات این شرکت می‌گویند بنابر پرداخت نشدن قرض برق از جانب مردم آنها نمی‌توانند قرض سنگتوده که تابع روسیه است و سنگتوده 2 را که آن را ایران بنیاد کرده است برگرداند. قرض این شرکت از این دو شرکت به 1 میلیارد و 232 میلیون سومانی میرسد. عبدالله اشورو که درباره به نظام بیلینگی یا پیش پرداخت گذاشتن شرکت برق تاجیک گزارش میداد. سلفی گرفتن یک تعداد از نمایندگان پارلمانی ایران با فدریکا موغرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا روز شنبه 5 اوگوست و در حاشیه مراسم سوگندی‌کنی حسن روحانی در مجلس اسلامی انتقادهای گسترده را در پی داشته است. در پی این انتقادهای وسیع در شبکه‌های اجتماعی فرج الله رجبی نماینده شیراز در پارلمان در تلگرام خود نوشت هرچند این عکس‌ها در فضای غیر رسمی گرفته شده است اما بنابر آنکه نقض کننده شأن نمایندگی مردم است عذرخواهی می‌کند. محمد وفا رضازاده گزارش را ادامه می‌دهد. از طرف دیگر حسام الدین آشنا مشاور فرهنگی پرزیدنت ایران نیز در توییتر خود این امر را مشکل فرهنگی خواند. انتشار این عکس‌ها همچنین واکنش‌های شماره دیگری از هنرمندان، سیاستمداران و مردم را در پی داشته است. یکی از عکس‌های دستجمعی نمایندگان پارلمان با رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا را حسن قشقاوی، معاون کنسولی و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه ایران گرفته است. در همین حال برخی از وکیلان پارلمان ایران که با فدریکا موغرینی مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا عکس گرفتند، انتقادها را رد کرده و عکس‌های یادگاری در مراسم سوگندی‌کنی را طبیعی دانستند. از جمله همایون یوسف، یک وکیل پارلمان، با خبرگزاری نیمه رسمی تصنیم گفته است این عکس‌ها کاملا طبیعی بود. در حاشیه جلسه‌های رسمی چنین عکس‌های گرفته می‌شود و نباید این مسئله را آنقدر کلان کرد. وی گفته است که وکیلان پارلمان شوقمند عکس گرفتن با مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نبودند و هیچ یکی از آنها از خانم فدریکا موغرینی دعوت نکرد و همه چیز تقریبا تصادفی بود. روزنامه‌های ایران هم روز دوشنبه 7 اوگوست نوشتند که تلاش‌های نمایندگان پارلمان ایران برای گرفتن سلفی با موغرینی مایه آبروریزی است. احسان مهرابی، سابق خبرنگار پارلمانی ایران، در رابطه با این عملکرد وکیلان پارلمان در صحبت گفت: در مورد برخی از نمایندگان هم بیشتر به نوعی تبلیغات است که میشه گفت در حوزه‌های انتخابیه اونها کاربرد داره، خصوصا نماینده‌های شهرستان‌ها که به هر حال این عکس‌ها در کانال‌های تلگرامیشون منتشر میشه و به نوعی چون نشانه دیدار اون نماینده با یک مقام خارجی یا اهمیت اون نماینده برای رای دهندگان به اون باشه و در برخی از شهرهای کوچیک ممکنه که به هر حال محبوبیتی رو برای اون نماینده باعث بشه. موغرینی برای مراسم سوگندی‌کنی حسن روحانی به تهران رفته بود. مراسم سوگندی‌کنی حسن روحانی روز شنبه 5 اوگوست در پارلمان ایران برگزار شد و پرزیدنت ایران رسما دومین دور از ریاست جمهوری خود را آغاز کرد.
بر اساس گزارش‌ها بیش از 70 هیئت خارجی برای حضور در مراسم سوگندیادکنی حسن روحانی به تهران سفر کرده بودند. گزارش محمد وفا ریزازاده را شنیدید. صحیفه ما را در یوتیوب با نام آزادی ویدیو مشاهده کنید. آزادی ویدیو نمای از واقعیت‌های روز است. شما خبر و گزارش‌های رادیو آزادی را روی موج 107.4 FM در پیشنهاد من مولا رجب یوسفی شنیدید. تفصیلات بیشتر این مطلب‌ها را می‌توانید در این سراغ azadi.org بخوانید و تماشا کنید. رادیوی آزادی در امروز 107.4 FM.